آفرین که رئیسی. چی میگن واسه؟ رو به رو بگیر. الان همه کج میذارن؟ کی رئیسه؟ آره رئیس مایم که اینقدر وسیله هستیم. چه خوشگلم. من قبلا اومدم. قد کردی؟ دیوار اینجا رو می‌بینی همین عکسی که بهت نشون دادم اومده. هنوز رو من با اون دیوار اشتباه گرفته بودم خارجی. فقط بو گذارم رو کلیپ. خب لوکیشنی که انتخاب کردیم اینجاست. امروز آوردیمتون شهرستانک. جان چه گوای باری. جان بچه سری اینجا بگیریم. خب ظرف غذاشو باز کرده پسرم. جارو هم آوردم. بچه آشغال نریزین والا جاروش میکنم. آقای لطفی در حال آماده سازی قلا ماهیگیری. آسال هم که دیگه طبق معمول دستات تو جیب و نه مشکی ها این مشکی ها آره جلاد. خب چطور ممکن گجت بازیه. آی دیگان یکی پس از دیگری گجت ها درگی. آره از اون دارم بچه هم حضور بگه. خب دراش گفتی اینجوری. خب یکم بگیشی شوهرتر که اینجا گیر میکنه. آره خیلی کنم. صندلی یه چادرم باید بگیریم. یه چادرهای اومده که سری میکشم بالا جمع میشه دوباره سر هم دیدم میشه. اونا میدونی اونا سرهم شدهش مسعود مثلا فکر کن طولش اینقدر بخاطر که اون یه فکر کن اندازه قد این چادر تو میخوای بکشی بازشی خب اون یه میله مرکزی داره دیگه. فکر کنم توی چیز دیدم ایور یا اینجا برو نه لبه جلو لبه اون تو عالی.
بزینا که یه سرش میز شام دوربین میره روشون یه طبیعی کرد ساله افکار پریشون اگر دوستی وارد میشن شب میزنن شبی خون با خودم درگیر دست به گریبون از آینده ناامیدم از گذشته پشیمون ولی چه میشه کرد صداهای تو سرم نمیشه قطع دیگه چشام نمیشه تر که بریز عشق چرا آروم نمیشه در بدنم یخ زده عجب شما چند سال شما؟ 87 87 ها؟ بله 87 از اون متولد 1314 احسن بیشتر میشه 89 میشه عجب 404 میشه 90 خدا شما حفظ دیگه نمیتونم تحوالش سر صبح میدیدم زنا مردی بر سرو میدیدم یک نخود شیره از بلو عاقبت میکند همون خاک تو سرو عالی بود این خیلی عشق ایوال سوسیسا همش گوشت همش گوشت همش ریدی تو سوزیسه نه گوشت همش گوشت الله برو تمیز کن بشور سوال جان یه آب میاری؟ بیا همین آبا اون آبا بذار نه آقا چی درست میکنی عمو مسعود سوسیسا همش گوشت من براتون سوسیس تخم مرغ درست کنم املت چی داری درست میکنی؟ اما حسن بذاره همش گوشت عجب سوسیس تعریف کن ایوال ایوال همش گوشت آب برید آقا ما اینجا داریم زحمت میکشیم اینجا هم بگیرین تو که داری آب میریزی آب آره آب مهمه آب مهمه کم درش نباید باز کنی چرا بیان همه رو با هم بیا یه آبی بریزیم رو همه بریز من میرزم تو ما یواش میرم بریز دستت نلرزه بریزم خوب بیداش آخری آقا باید بگه اینجوری در طبیعت اینجوری بعدی اینجوری بچه های کربلا باشن هین بچه های موکب دارن اینجوری اینو در نهایت میریزیم حالا باز از آبو دست بیار. بخور بشه یا لطفی آب بیاد براری حالا آرومی خب مهم نیست ما دستمون یه دفعه آره بیان بریز مسعود چی نمایی داری یا؟ من خیلی میخوای یکی بازی قشنگ خیلی عجب چاقویه واقعا همش گوشت حال کردی چه تمیز شد خدا سوسیس داریم در طبیعت بکر شهرستانک آرمی جان لطفا کره مرسی خاله به به ناظر کیفی
دستمال آرمین جان به به بچه همش زیاده اصلا جا نمیشه جا نمیشه بریزم بقیه‌شو برو بریز همه بریز درگیر کن دلیل خود ظرفم میاد خب اینجا باید به حرف آرمین گوش میکردیم گوش نکردیم به به خیلی کاری ریختی فکر کنم میخوای کمش کنه یکم زیادتر بود مرسی آرمین جان سال تو بخم عوامل پشتانه خیلی تخم مرغ ساله جان تخم مرغا رو برو از زیر مرغا تخم مرغا رو بیار ساله جان تخم مرغا رو از زیر مرغ بیار دیگه مرسی خاله خب الان نیاز نداریم فقط بذار اینجا ولش کن باید سرخ شه خوش که نمایتای کوچیکه فوقش میریزی بیرون ولی باید اینا سرخ شه خب ساله جان نمک سبز آوردم چرا باز نمیشه خیلی باید آروم باش بر خودی من که میدونم همهش میریزی میدانم اینجا خود باز بذار اونجا اولش کاش تو قابلمه درست کنیم ها میریزی الان تخم مرغا رو بریزی تو قرار رب اضافه کنی فلان ربا رو تو اضافه کنی یه حرکتی بزن تو آره. بریز تو قابلمه تخم مرغا جدا تو نه بعد با نه ربا رو سرخ میکنیم بعد اینا رو اضافه میکنیم یه طرف میدیم بعد تخم مرغ آخرش تو قابلمه تمام رب بیارم پلاستیک زباله رو با طبیعت مهربان باش همراه اول عشق و حال به راه آرمین جان لطفی لطف کن رب لطفاً لطفی جان رب لطفاً اینوری بذار تبلیغات نشه سهره اینم سهر دختر ما همینو بگیر بعد اسکرین‌شات میگیریم بخن خوبه بچه کاش قبلش چیز دیگه هم بخوریم یا نه یه چای دیگه بخوریم ها لیوانا شستم خود دیگه چای بخوریم ولی لیوانا مشخص باشه مالی که تاش آب میزنیم میخوام چای داره اونقدر نه یه سری دیگه آیده
شف. یه بار فایده نداره. یکی تقه بزن رو سرش. یه تقه بزن. محکم. نه محکم. نه محکم. بده من. نه اونجا. او چه سیگار تقه. تقه روشن. بستی بذار برو زباله متشکرم. مسوس سوسیس باشه. مسوس سوسیس. خب رسیدیم مرحله آسال که همچنان سر جاشون نشستن. رسیدیم مرحله اصل کار در واقع شکستن تخم مرغ. خیلی کار باشه. از همکارم میخوام که تخم مرغ ها رو بشکنه و خیلی آروم بریزه تو. خیلی مهندسی باید باشه این صحنه. بله این مهندسی اینجوری اینجوری مهندسمون یه خورده چیز بود. مهندس اینو کلاس آنلاین بودن بچه‌ها. زمان کرونا برگزار شد کلاس. این چرا کوچیکه؟ تخم ولایتی هم هست. گفتم بگم در جمع. ولایتی سفید. چند تا باید؟ من جواب نمیدی چند تا؟ بذار من دارم نگاه سواله میکنم. سوالی که کم میخوره. سوال جا؟ نه 5 تا بره. خب 4 5 تا فقط. تو یکی عادل سوالی که نه کلا یعنی آره. یکی دیگه هم بریم. حالا به خاطر جمع. چون روبش زیاده بریم. اگه بره. تخم مرغ آخر نباشه. تخم آخر تخمای خودمون نره. شاعر کفایت میکنه. عالی. کفایت مذاکره. بذار من ببینم که آره. خروجی رو بگیرم. یا برو خود برو کن. نه بابا آشنا کن بچه‌ها. تمام جلوه های جان کار تو بخواب. خب همه چی رو تمیز کردیم. یه نکته که خیلی های اهمیته دستمال مرطوب بود که آیه لطفی آورد. خیلی ممنونم واقعا. همه چی مرتب تمیز. آی لطفی معمار درخواست کردن. چه ویوی خدایی.
ایول ایول. جایی که از طبیعت استفاده کنن فقط. خب بچه ها ما لوکیشن همونجوری که تحویل گرفتیم داریم تحویل میدیم. خداحافظ. مثلا داره عکس میگه، مثلا داره عکس میگه. یک دو سه. مال کیه؟ خسته نباش. خسته نباشید، خیلی خوش گذشت. خب واقعا 3-4 ساعت از عمر ما سال داشت. هر چی یه نگاهی به اطراف کنید.